به آلمانی بگو همسایمون با پولهاش پوز میده. خب زبان آموز که میگه همسایمون میشه unser Nachbar. پوز دادن هم که میشه angeben برای unser Nachbar صرف میکنه که سوم شخص مفرد هستش، میشه gibt. آن در آخر جمله چون فعل جدا شدنی هستش. با پولهایش هم میشه mit sein Geld. این جمله درسته؟ وحشتناکه. خب بچه ها دقت کنید، فعل پوز دادن با چیزی میشه angeben mit و هممون هم میدونیم که بعد از mit داتیو میاد. پس das Geld در حالت داتیوی میشه dem Geld. بنابراین زن که ضمیر ملکی مذکر برای نخبار هستش پایانه am میگیره. پس چی شد؟ unser Nachbar gibt mit seinem Geld an. همین الان یادش بگیر، لذتشو ببر. اگه دوست داری لیست نمونه جملات با فعل angeben رو داشته باشی، برام کلمه آلمانی رو کامنت کن تا برات بفرستم.